امروز خیلی هوا خوبه، یه هوای آفتابی رو داریم، یه باد خنکی هم همراهش داره میاد، ولی تو این مدت 15 روزی که اینجا بودم، مخصوصا 6 روز اول، هوا گرم و حالت شرجی داشتش. نمیدونم چرا اون شرجی بودنش، اون رطوبتش امروز خیلی کمتر شده، ولی حالا میگم به خاطر همین میگم اصلا نمیشه آدم کل یه تجربهش رو توی حالا مدتی که اینجا هست رو مقایسه کنه. I'm focused. I've been watching for the omens. I've been listening to everything you said. درجه آب و هوا اینجا خیلی بیشتر از شهر لندن است. یعنی مثلا اگه توی شهر لندن از 5 درجه تا 17-18 درجه تغییر آب و هوا داشته باشیم، تو شهر نیویورک این از مثلا به طور مثال تو فصل سرماش -5 درجه، چون برف هم اینجا دارن دیگه، از -5 درجه شروع میشه تا 30 درجه هم میره. حالا اگه امروز بخوام آب و هوا رو براتون چک کنم، به طور مثال امروز 21 درجه هست. I'm focused. I've been watching for the omens. I've been listening to everything you said. It's been running through my head, locked and loaded. I got the feeling that you know it. Yeah, I've only just begun. I won't stop until